سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیرعباسم و خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو می‌خواستم بهتون یه برنامه معرفی بکنم. فقط قبلش یکم دربارش توضیح میدم. هممون میدونیم که لپتاپ‌ها HDMI شون خروجی میدن. شاید بهتره اینجوری بهتون بگم که فرض کنید شما لپتاپتون رو اون HDMIش رو به یه مانیتوری وصل می‌کنید و یه ویندوز پی میزنید و انتخاب میکنید که چجوری خروجی بهتون نمایش داده بشه. تا اینجای کار همه چی واضحه، ولی موضوع اونجایی پیچیده میشه که شما میخواین برعکس این کار رو انجام بدید. مثلا تو میخوای از لپتاپت به عنوان مانیتور دوم استفاده بکنی. خب لپتاپت یه صفحه‌ای داره و میخوای از صفحه‌اش استفاده بکنی و اینجاست که با مشکل روبرو میشی. مثلا یه سر HDMI وصل میکنی به لپتاپت و اون یکی سرش هم وصل میکنی به سیستمت و خب مشکل همینجاست، هیچ اتفاقی نمیافته. حالا برای این کار چند تا راه حل بیشتر نداریم. یک اینکه از کپچر کارت استفاده بکنیم. حالا خودم استفاده نکردم و مطمئن نیستم که کار میکنه یا نه، ولی میگن که میشه. راه حل دوم فقط برای کسایی که از ویندوز استفاده میکنن که یه فیچری وجود داره به اسم وایرلس دیسپلی و میتونی ازش استفاده بکنی. اما راه حل سوم که میرسه به این جور برنامه‌ای که میخوام الان توضیح بدم. یه سری برنامه‌ها هستن که ماوس و کیبوردت رو میتونن بیان شیر بکنن. حالا برای کیا خوبه اینو ازش استفاده بکنن؟ این برنامه برای کسایی خوبه که از چند تا سیستم عامل دارن استفاده میکنن. منظورم اینه که مثلا توی لپتاپت داری از سیستم عامل لینوکس استفاده میکنی، داخل سیستمت داری از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنی و خب بدون هیچ مشکلی این کارو برات انجام میده. خودم هم الان خیلی وقت دارم ازش استفاده میکنم. این برنامه اوپن سورسه و هم میشه روی ویندوز نصبش کرد، هم میشه روی لینوکس نصب. یه سری برنامه مشابه اینم وجود داره مثل سینرژی و X2X که سینرژی باید اشتراک تهیه کنی و X2X هم که توی لینوکس فکر کنم جواب بده. روی ویندوز یا پیاده کردنش خیلی سخته یا اصلا امکان پذیر نیست، ولی خب این از همشون بهتره. اسم برنامهش بریره و تمام اون فیچرهایی هم که داخل مثلا برنامه اشتراکی اسمش سینرژی بود بهت میده رو اینجا در اختیارت گذاشته. ریپازیتوریش رو حتما براتون داخل دیسکریپشن میذارم. خیلی راحت تو ریپازیتوریش میری داخل بخش ریلیز. اگه از ویندوز استفاده میکنی دات.exe رو دانلود میکنی و اگرم داری از لینوکس استفاده میکنی داخل ریدمیش برات گذاشته که چجوری نصبش بکنی و چجوری ازش استفاده بکنی. فقط اینجا یه مشکل کوچیک وجود داره برای کسایی که دارن از لینوکس استفاده میکنن و از ویلند دارن استفاده میکنن روش به مشکل برمیخورن. روی ویلند جواب نمیده. خب طبیعیه، خیلی چیزا رو ویلند جواب نمیده. همین به خاطر بحث ورک اسپیس ها و اهمیتش. ولی رو بقیه دسکتاپ انوایرمنت ها مشکلی نداره. بعد از نصب برنامه رو باز میکنی. فقط قبل از اینکه کاری انجام بدی روی برگر کلیک میکنی و اونجا داخل چنج ستینگ اینیبل SSL رو خاموش میکنی. اگه روشن باشه به مشکل برمیخوری، اون تیکش رو بردار. بعد از اینکه این کار انجام بدی تو همون صفحه اصلی دو تا بخش داری، سرور و کلاینت. رو دکمه کانفیگر سرور کلیک میکنیم. حالا یه صفحه برات باز میشه. حالا هر طرفی که اون سیستم کلاینتت هست یا ما سمت چپ راست بالا پایینه فرق نمیکنه. روی یکی از اون خونه ها دابل کلیک میکنی و فقط اسکرین نیم رو تغییر میدی. حالا اسکرین نیم رو کجا نوشته؟ داخل همون صفحه اصلیش تو بخش کلاینت نوشته که اون اسکرین نیمش چیه. و بعد از اینکه این کارا رو انجام بدی هم تو سیستم کلاینت هم تو سیستم سرور برنامه رو استارت میکنی و حواستون باشه که هر دو تا سیستم داخل یک شبکه باشن. و حالا میتونید برنامه رو ببندید و ازش استفاده کنید. این بود از این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و ازش استفاده بکنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.